خب سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. موضوعی که این جلسه میخوایم راجبش صحبت کنیم دیتا تایپس هست، یعنی نوع داده. ببینید، هر مقداری که در یک زبان برنامه‌نویسی، اصلا اصولا هر چیزی در زبان برنامه‌نویسی یک داده محسوب میشه و این داده یک نوعی باید داشته باشه. چرا؟ چون که اساساً ذخیره سازی این مقادیر با هم دیگه تفاوت داره. شما یک رشته از حروف رو، یعنی یک متن رو به یک صورت ذخیره میکنی، یک عدد رو به یک صورت ذخیره میکنی و تایپ های مختلف. خب ما خیلی تعداد تایپ های زیادی داریم. حالا به چند تا از در حقیقت تایپ های ابتدایی و مهم این جلسه اشاره میکنیم و بعد در دوره‌های بعدی و در جلسات بعدی اینها رو کم کم تکمیل میکنیم. موضوع دیگر این که عملیاتی که رو هر نوع داده میشه تعریف کرد ممکنه با هم دیگه تفاوت داشته باشه. یعنی چی این صحبتی که من میکنم؟ ببینید، شما دو تا کاراکتر رو نمیتونی به هم دیگه تقسیم کنی، معنی نداره. یعنی نمیتونی بگی علی رو تقسیم بر مثلا محمد میکنم، دو تا رشته از حروف رو، دو تا متن رو با هم دیگه تقسیم میکنم. خب این معنی نداره. خب برنامه ما ارور میگیره. ولی خب دو تا عدد رو میتونی با هم دیگه تقسیم کنی و عملیات های دیگه. یعنی اساساً این عملیات هایی که رو هر نوع داده انجام میشه امکانی داره که تفاوت داشته باشه با هم دیگه. لذا خب منطق برنامه‌نویسی ایجاب میکنه که ما از ابتدا این تایپ ها رو برای برنامه مشخص باشه. پس به محض اینکه ما یک مقداری تعریف میکنیم، یک تایپی بهش در حقیقت اختصاص داده میشه و زبون برنامه‌نویسی میدونه من با چه نوع داده‌ای طرف هستم. نوع داده اول اینتجر هست. اینتجر که حالا بهش اینت هم میگن چیه؟ عدد صحیح، چیز خاصی نیست. یعنی عدد صحیح میشه اینتجر. 1 2 3 منفی 1 منفی 2 به این صورت. اگه حالا ما بخوایم تایپ رو تست کنیم و ببینیم که تایپ این عدد چی هست، از یک فانکشن استفاده میکنیم به نام تایپ. این فانکشن یک آرگومان میگیره و اون آرگومان چیه؟ اون وریبلی که میخوایم تایپش رو تست کنیم. الان به عنوان خروجی این برنامه به ما اینت میده. این کوتاه شده همون اینتجر هست. از مشخصا این تایپ برای ما مشخص شد. نوع داده بعدی که صحبت میکنیم راجبش فلوتس هست. فلوت در حقیقت داده اعشاری هست، عدد اعشاری هست. یه مثال بزنیم، مثلا عدد پی خب یه عدد در حقیقت حالا گنگه، ولی ما مثلا با چند رقم اعشار اگه بنویسیم میشه در حقیقت یه عدد اعشاری اطلاقش کرد. مثلا اومد 14 مثلا 15 باقیش هم یادم نیست. خب این تایپش به چه صورته؟ فلوت. اوکی، پس این هم از این. اساساً چرا، حالا شاید برای شما سوال بشه که چرا فلوت و اینتجر دو تا تایپه؟ خب عدد رو میگفتن یه تایپ دیگه. به خاطر اینکه حالا اگه بخوام فلسفه پشتش رو بگم، به خاطر اینکه نوع ذخیره سازی این عدد اعشاری با عدد صحیح متفاوت هست. خب حالا کاری نداریم، اینا دیگه خیلی مباحث پیشرفته تری هستن، ولی خب این تفاوت وجود داره دیگه و باید در نظر داشته باشیم. همین اینا دو تا تایپ مختلف هستن که برای برنامه باید تصریح بشه. خب توی
فلوت حالا مثلا یه نکته جالبی که اتفاق میفته، مثلا ما x داریم که 4، y داریم که 3 هست و یه z داریم که x تقسیم بر y هست. خب به نظر شما اگه ما تایپ اینا رو بخوایم پرینت کنیم، امیدوارم که تایپ آرگومان های مختلف بگیره، البته به این صورت فکر نکنم باشه، لذا ما پرینت میکنیم تایپ x رو، پرینت میکنیم تایپ y رو، y رو و پرینت تایپ z. ببینید اتفاقی که اینجا میفته، خب ما یه عدده در حقیقت دو تا اینت رو داریم تقسیم میکنیم به هم دیگه. خب چیزی که واضحه اینه که این حاصل در حقیقت تقسیم صحیح نمیشه. خب یه این تقسیم رو که انجام میده یه عددی حاصل میشه که تایپش فلوت. اینو اشتباه نوشتم و خب اینو باید در نظر داشته باشید، این تایپ عملاً تبدیل شد، یعنی اینتیجر فلوت و زی فلوت. این هم به حال از این موضوع که در حقیقت به این صورت انجام میشه. فانکشن های مختلفی حالا وجود داره که در حقیقت حالا میتونیم بعداً داکیومنت ها رو بخونید و ببینید. ولی یه نکته دیگری که من در فلوت خدمتون بگم اونه که اگر ما یک x رو دوباره دیفاین کنیم و یه دات بذاریم بعدش، یعنی همون یک عملا ما اعشاری بهش ندادیم، ولی تایپ این در حقیقت عدد، این وریبل باز میشه فلوت. این نکته رو هم در نظر داشته باشید. خوب تایپش فلوت. خب بریم سراغ مفهوم بعدی و دیتا تایپ بعدی که بولینز هست. خیلی مهمه. اساساً منطق بسیاری از در حقیقت برنامه نویسی ما بر اساس این دیتا تایپس هست. خب بعداً بهش برمیخوریم تو درس بعدی، کاندیشنز و در حقیقت تو شروط و اینها کاملا این رو درک میکنیم که چرا بولینز برای ما مهمه. اصلا اولا بگم بولین چیه؟ بولین یعنی درست یا غلط. ما یه چیزی داریم به نام جبر بولین که در حقیقت با همین در حقیقت مقادیر داره کار میکنه. یعنی یک چیزی درست هست یا غلط هست، یا به اصطلاح یک هست یا صفر هست. تو بعضی زبان‌ها با 1 و 0 در حقیقت بیان میشه. یعنی چی؟ یه مقداری true باشه یا false باشه. این چه معنی داره؟ x مساوی true. خب ببینید اینجا این در حقیقت استرینگ یا اون متن true رو به x ندادم استرینگی که بهش میرسیم و میبینیم که به چه صورت تعریف میشه. اینجا مقصودی نیست که x مساوی حروف TRUE. اینجا معنی اینه که x یعنی درست. x یک گزاره درست هست. خب و مثلا y فالس هست. دقت کنید حرف اول، چرا انقدر اشتباه، حرف اول اینا در حقیقت بزرگ هست. این نکته رو توجه داشته باشید. و خب تایپش هم خب تایپ بولین دیگه، چیز غیر قابل انتظاری نیست. بول کوتاه شده عبارت بولین. خب حالا ما گاهی اوقات ممکنه بخوایم دو تا عبارت رو با هم دیگه مقایسه کنیم. خب این کار رو ما انجام میدیم دیگه خیلی اوقات. مثلا یه متغیری تعریف میکنیم
به نام مثلا t. اوکی، t مساوی چی؟ ما میخوایم، میدونید من اول بگم میخوام t چه دیتا تایپی باشه. t رو میخوایم یه بولیانی بهش اساین کنیم و یه بولیانی بهش بدیم. خب کاری که میکنیم اینه، یه پرانتز باز میکنیم، لزومی به پرانتز هم نیست، ولی میگیم یک کوچیکتر از دو، یا البته من الان اشتباه گفتم. آیا این عبارت چجوری ترجمه میشه؟ این سینتکس چجوری ترجمه میشه؟ این یعنی که آیا یک کوچیکتر هست از دو یا نه؟ خب تو ادبیات خودمون وقتی این سوالو میپرسیم، یعنی وقتی میپرسیم آیا یک کوچیکتر از دو هست، جوابم چیه؟ جوابم اینه: هست، true، نیست، false. خب جواب این سوال چیه؟ trueه. اوکی، پس تی رو وقتی چاپ کنیم، حالا تو در حقیقت جوپیتر نوتبوک، یعنی تو در حقیقت فرمت آی پایتون، لزومی نداره پرینت بنویسیم قبل وریبل. حالا اینو به عنوان این نکته داشته باشید. پس تی، حالا پرینت میذارم که واضح باشه، وقتی تی رو پرینت میکنیم به ما چی میده؟ چی اساین شده بهش؟ true اساین شده و ما true برمیگردونه. این یک سواله، عملا این یک مقایسه است که در انتها یک سوالی، در حقیقت یک جوابی از جنس درست یا غلط، true یا false به ما میده. مثلا اینو بکنم بزرگتر، آیا یک بزرگتر هست از دو؟ جوابی که ما میده چیه؟ false هست. اوکی، یا اگه بخوام مساوی بودن رو چک کنم، چیکار میکنم؟ نمیذارم مساوی ها. چرا نمیذارم مساوی؟ چون که مساوی یه معنی دیگری در پایتون داره برای ما. اوکی، پس میذارم مساوی، این دیگه قرار داده. سینتکس یعنی گرامر این زبان به این شکل در حقیقت چیده شده. آیا یک مساوی هست با دو؟ خب نه دیگه، فالس. اوکی، پس این نکته رو دقت کنید که وقتی میخوایم کوچکتر بزرگتر بودن و اینها رو چک کنیم، از همون عبارات استفاده میکنیم فقط برای مساوی بودن. چون که مساوی بودن یک معنی دیگری در این زبان داره، ما دو تا مساوی استفاده میکنیم و این کاندیشن رو به این صورت بررسی میکنیم. اوکی، موضوع دیگری که در بولیان وجود داره و بریم سراغ در حقیقت نکته بعدی، اینه که خب ما در جبر بولی که حالا فعلا نیاز نداریم اونقدر عمیق بشیم درش، ولی چند تا مفهوم داریم. اونا چی هستن؟ بذارید من یه سلول اینجا ایجاد کنم و اونا رو بنویسم. یکیش انده، دیگری اوره، دیگری ناته، دیگری ایکس اوره، دیگری ایکس نور. حالا اپراتورهای مختلف، حالا ما با همین سه تا کار داریم. اینها رو من تو در حقیقت جلسات پیشرفته و بخشیش هم توی کاندیشنز میگم. ما گاهی اوقات دو تا عبارت منطقی رو، یعنی دو تا عبارت از جنس 0 یا 1 رو با هم دیگه اند میکنیم. میگیم اگر فلان باشد و فلان باشد. مثلا اگر هوا ابری باشد و ابرها تیره باشند مثلا. اوکی، این و یا نات. حالا کاربردش به چه صورته؟ ما با اند و رو الان کاری نداریم، ولی مثلا تی رو برابر قرار میدیم با نات. این اپراتور نات رو، نات چی کار میکنه؟ اون عبارت منطقی رو، اون مقدار منطقی رو برعکسش میکنه. دقیقا مثل چیزی که تو انگلیسی نات صفت دقیقا منفی ساز دیگه. اوکی، برعکس میکنه. پس مثلا نات در حقیقت آیا یک مساوی با دو هست، چی میشه؟ خب این عبارت به شخصه به تنهایی خروجی چی میده؟ فالس میده. ناتش میکنیم و خروجی به ما چی میده؟ الان که البته خروجی نمیده، تی رو پرینت میکنیم، خروجی به ما true میده.
این هم نکته خاصی نداره. اوکی، ما میگم بولیانز رو در درس بعدی به صورت مبسوط در حقیقت نکاتش رو خدمت شما میگیم. بریم سراغ استرینگ. استرینگ یک مجموعه ای از کاراکتر هاست. خب کاراکتر ها چی هن؟ کاراکتر چیه؟ مثل هر چیزی که در حقیقت رو کیبورد هست و نیست و نقطه، علامت سوال، حروف الفبا، همه اینها، حروف فارسی، حروف چینی، همه اینها کاراکتر هستن. اوکی، یه استرینگی تعریف میکنیم به این صورت. اون استرینگ معروف در حقیقت زبان برنامه نویسی هلو ورلد. اوکی، این استرینگ. حالا تایپش هم که خب همونجور که توقع داریم احتمالاً که یعنی به هر حال تایپ این اس str هست، مخفف استرینگ. نکته‌ای که ما اینجا ازش استفاده کردیم چی هست؟ اینه که ما باید یک جوری به زبان برنامه‌نویسی بفهمونیم که آقا من این چیزی که دارم برات می‌نویسم، ببین اگه من این عبارات، این دوتا دابل کوتیشنی که گذاشتم اینجا نذارم، ارور میخورم. این سینتکست اشتباه. چرا؟ چون باید بفهمونم که این یک متنه. همونجور که تو زبان انگلیسی مثلا میخوان نقل قول کنن از در حقیقت کوتیشن استفاده میکنن، ما هم اینجا برای اینکه یک استرینگی رو تمیز بدیم از چیزهای دیگه، از این چیزی که کنار اینتر هست، سمت چپ اینتر هست استفاده میکنیم. حالا میتونه سینگل کوتیشن باشه که این هست، میتونه دابل کوتیشن باشه. منتها توجه داشته باشید اگه مثلا دابل سینگل کوتیشن باز کرد، با سینگل کوتیشن هم ببندید. این نکته رو مد نظر داشته باشه. خب یه فانکشن روی در حقیقت استرینگ اجرا کنیم ببینیم که چیه. ببین فانکشن در حقیقت len در حقیقت length، این طول اون استرینگ رو به ما میده. خب دوستان، طول این استرینگ چقدره؟ یعنی چیزی که بین این کوتیشن ها قرار داره چند تا استرینگ هست؟ h e l l o. اینجا چیه؟ اسپیس. اسپیس یه کاراکتره، پس این هم جزو طولش محسوب میشه. w o r l d و کاراکتر آخر علامت ترجمه. اوکی، پس این در فانکشنی که ما داریم اجرا میکنیم همه اینها محاسب میشه و 12 تا همونجور که انتظار داشتیم در حقیقت طول وجود داره. اوکی، اگه اینو خالی بذارم چی؟ هیچی دیگه، عملاً چیزی وجود نداره. ولی تایپش کماکان استرینگ هست، خالیه ولی استرینگه، یه چیزی داخل دابل کوتیشن، داخل سینگل کوتیشن. اوکی، این از این. حالا ما یه استرینگی رو داشته باشیم. حالا یه فانکشن میخوام معرفی کنم. حتی درسته، یک فانکشن هست به این صورت cascaded. خب ما این مفهوم داریم به نام کاسکید کردن، یعنی تبدیل یک تایپی به یک تایپ دیگه. اوکی، ما میخوایم این الان هلو رو تبدیل کنیم به فلوت. اوکی، یعنی اس رو بدیم بهش و بگیم فانکشن فلوت، چیزی که آرگومانی که من بهت میدم تبدیل کن به فلوت. اوکی، خب اینجا انجام نمیشه. چرا؟ چون که خب عملاً پیغامی که میده چیه؟ میگه من نمیتونم یک استرینگ رو به فلوت تبدیل کنم. اونم چه استرینگی؟ یعنی یه استرینگ خاصی رو مدنم میگه هلو.
خب یه کرکتر ترجمان به عدد اعشاری چجوری تبدیل بشه؟ منطقی وجود نداره برای این. اوکی. اما مثلا فرض کنید من یه استرینگی به عنوان مثلا 1-23. خب اینو به عنوان یک استرینگ تعریف کردم. خب یعنی به عنوان یک استرینگ ذخیره شده. فرق داره با یه فلوت، با یه عدد اعشاری. ولی میتونم با این فانکشن تبدیلش کنم. و وقتی چاپش تایپ کسکیدد و دقیقاً فرا میخونم و ببینم تایپش چیه، میبینم که تایپش شده فلوت. تایپ S اینجا چی بود؟ بذار پرینت کنم تایپ ها رو قشنگ متوجه بشیم که تبدیل شد. تایپ S و تایپ کسکیدد. اوکی. یک استرینگ تبدیل شد به یک فلوت با استفاده از این فانکشن. خب من اگه خاطرتون باشه ابتدای این جلسه گفتم که تایپ ها بعضی عملیات ها روشون قابل اجرا نیست. مثلا من نمیتونم دو تا استرینگ رو، مثلا یه استرینگ دیگه، خب من نمیتونم تقسیم کنم. خب سینتکس ارور میخوره. چی میگه؟ unsupported operand type. خب میگه operand چیه؟ این اگه این تقسیم یک اپراتور باشه، اون چیزایی که دارن در حقیقت اعمال میشن که اون اپراتور روشون اجرا بشه اونا اپرندن. خب پس ترجمه این اروری که من گرفتم چیه؟ میگه برای عمل تقسیم، برای این عمل که اسلش هست، این اپرندا ساپورت نمیشن. تایپ این اپرندا استرینگ. خب من کجای استرینگ رو با هم دیگه تقسیم کنم؟ اوکی. اما بعضی اپراتورها اجرا میشن. مثلا اپراتور جمع روی استرینگ اعمال میشه A, B, C، این بر مثلا D, E, F. خب اینو می‌ریزیم در یک متغیر به نام S رو پرینت میکنیم. خب ما به این عمل میگیم کانکت کردن. حالا به هر حال طراح زبان اینجوری دیده که بشه اپراتور به علاوه این معنی رو داشته باشه که این دوتا استرینگ بتونن به هم بچسبن. کانکتینیشن. اوکی. در حقیقت کامباین بشن با هم دیگه. و اگه اینو الان اجرا کنیم میبینیم که اینا با هم چسبیدن و یک استرینگ جدید ساختن. این مقدار این چسبید به این مقدار و ریخته شد داخل متغیر S. اوکی. عملیات های دیگر هم میشه اجرا کرد. مثلا چی؟ ضرب. احتمالا میتونید حدس بزنید که چیه دیگه، چی کار داره میکنه. S و مساوی مثلا سلام ضرب در 2. خب و پرینت میکنیم S رو. به ما سلام میده. اوکی. حالا یه اسپیس میتونیم تهش بذاریم مثلا که اینجا یه اسپیس همین وسط برای ما بذاریم. تایپ هم کماکان. ببینید الان ما یک اینتیجر اینجا داریم، یک استرینگ داریم. تایپ کماکان استرینگ مونده چون اینجا استرینگ خروجیمون دیگه، خروجیمون که عدد نشد. خب پس این نکته رو هم در حقیقت در نظر داشته باشید. ولی مثلا دارم میگم نمیتونیم مثلا سلام و ضرب در 2 ممیز 3 کنیم، این معنی نداره. خب و معنیش هم در حقیقت تو اروری هم که داده کاملا نوشته. لذا باز من برای بار چندم دارم در حقیقت تکرار میکنم، از ارورا نترسید. خیلی اوقات میگن که ایراد کار کجاست. اوکی. میگه من نمیتونم ضرب کنم یک سیکونس و در حقیقت این سریال، منظور همین این رشته، منظور همین سلام هست، با یه مقدار غیر از اینتیجری، مقدار غیر صحیح نمیتونم در حقیقت جمع یا ضرب کنم. حالا فرقی نمیکنه، این مقدار کلا فلوت بودنش مسئله است. مثلا 2 دات هم بذارم، اگه خاطرتون باشه گفتم 2 دات
این باز فلوته، باز ارور میگیرم. درسته میگم خب 2 دیگه، 2 تا 2 بار تکرارش کن، ولی خب نه، ارور میگیرم. اوکی، پس اینم از این موضوع. بریم سراغ تمرین این جلسه و امیدوارم که خوب یاد گرفته باشید و تمرین رو هم با موفقیت انجام بدید. خدا نگهدارتون.